این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای 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 لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چخیل من فراموش کردم. چرا فراموش کردی؟ 1 دقیقه. تو من رو اینجا انتظار شو. کمی پس می آیم. وای 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 دوملوی عاشق. زورو جان یگون پرابلم هست. نه؟ این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ میبخشید و این رو از منی و از نبیره خودتون پرسید جناب. این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان این یا که این داماد است؟ نه این است. راهبانی نصرانی زن نمیگیرند از مچخل باشد. زورو چیگه پس یگون چیز گوی؟ رفیقان با همتون برباری خواهانم رفتیم راه کرد. عزیزم بیو می رویم. این چی گپ است؟ بیا همراه تو یک مردانه وار صحبت کنم. مرحمت. مرحمت. تشکر. مرحمت دامروزی ها. مرحمت. شینید لبای زورو. وای بابا جان این کس بابا جان من همراه شما ایستم. ما در تنهایی با او صحبت میکنیم.
مردی را که تو با او خانه دار میشوی من باید بشناسم. لطفاً برو. زورو جون چی شده است؟ همه کارها برباد رفت. زورو جون چی شد؟ مگر باباید همش رو پای برده است؟ حالا نمیدونم سیلین. بله داملازی ها، شما را گوش دارم. هر چی که هست به من نقل کنید لطفاً. اگر می بود نقل نکردم، اما چرا نقل کنم؟ جناب، یعنی با شما چه خیلی فهمانم. راست گپ من کمتر در هیجانم. راحت باشید، شما خودتان را راحتیز کنید، هیچ شرم نکنید. گوش کنید، زهرا همه چیزی من است، گوهر قیمت بهایم است. برای من مقصد اساسی هم در دنیا خوشبختی او می باشد. مرا فهمیدید؟ فهمیدم، البته فهمیدم، میدونم جناب اکرم. مرا خطا نفهمید محترم دامولازیا. شما دو آدمی به وای رسیده اید. به این قرار دادتان من احترام میگذارم. پرسیدن عیب است. شما کی شناس شدید؟ کی برای ازدواج کردن قرار دادید؟ قبول کنید که این برای ما یک سورپریز کلام بود دامولا. البته شما درست میگید. دانسته باشید که یعنی که سورپریز کردن گناه عظیم است. اما من هم این کار چگونه شد هیچ نفهمیدم. یعنی همش ناگهان رخ داده؟ بله، این خیلی هم گویم خطا نمیکنیم. زهرو هیچ چیز رو نمیشونم، تو میشنوی؟ من هم نمیشنوم. زهرا را دوست میداره شما؟ بله، زهرا را دوست میدارم. بار اول که او را دیدم دلم از تپش کردن ماند. آن روز برای من روزی بود که گویا دوباره به دنیا آمده حیات نو را آغاز کردم. در چشمان او مثل آینه خودم را دیدم. گویا که روحم به سوی او فرار کردن میخواست. ندانستم. جناب، من در حیاتم یکم مرتبه به دختر دل دادم. کیلاس، با تو چی شد؟ حالا یگان گپ نشده چرا تو چنین گفتی؟ همه سر رو فاش کردی احمق. اکنون تو چطور بروی آنها نگاه میکنی؟ در یک نگاه اول عاشق شدید، ها؟ بله جناب. با بابایم در کدام موضوع گپ زدید؟ ای زهرا، کلی درو با تو هم کمتر صحبت کنم. بیا درو. دخترم، برا میگویم نمی برایی، درو میگویم نمی درایی. کلی درو. تمام شدم.
کو فهمان زهرا؟ این کار چخیل رخ داد؟ کدام کار چه خیر رخ داد بابا؟ 40 سال فکر میکردم هم به فکرم نمی آمد. کی با هم شناس شدید؟ کی هم دیگر را دوست داشتید؟ حیران شدم. داملازیا را پرسیدم. گفت که در نگاه اول به تو عاشق شده است. این رو ملازیو گفتند؟ نه، امامی مسجد. چی گفت بابا؟ گفت که در نگاه اول به تو عاشق شد. به فکرم تو هم در نگاه اول به او عاشق شدی، ها؟ همین طور عیناً همین طور شد بابا جون. داملازیو چه خیلی که شدن، من هم عیناً همون خیر شدم. خوش، چرا این را بر وقت‌تر به من نگفتی؟ این ناگهان شد. چه خیر شدنش رو من نفهمیدم موندم بابا جون. بابا جان، من رفته داملازیو رو گسیل کنم، باز خفه نشم. زهرا چی شد؟ یگان مشکلی نشده است، همش رو بد میفهمونم. زهرا با کجا می روی؟ چی گپ شد زهرا؟ اپا جان حاضر آمده، همش رو میفهمونم. سحر جادو رو دی؟ داملا زهرا رو جادو کرد، دست پسش می دواند به خدا. یاسمان، شما همین طورید. شما چنین آیله هستید فروخ. همه به کار خود آواره. بابا جان، چی گپ شد؟ آنها هم دیگر را دوست می‌دارند. زهرا را داشتن نتوانستم. از پس داملازیا دویده رفت. یعنی چخیلی که میدانی عشق باز کارش را کرد. یعنی چخیل زهرا با داملا ازدواج میکند؟ نه این خیل شدنش ناممکن است. بسیار شاد شدم. تو به عقل هستی. مادر، چقدر از من میشاد از من. ای بیلیس، تو یک به عقل هستی، هیچ چیز را نمیفهمی. دخترها، کنی به آشخانه روید، از پس کارتان شوید. تو هم شهناز رو گپ گوش کنی را بس کنید. ای بچه کجا گم شدی؟ بیا که من تنها زیغ شدم. ای داملا دویم بار میشود که شما مرا نجات داده استید. یکم بار از راه زنها، دوم بار از بابویم. آدمگری همین است. از برای من شده شما دروغ هم گفتید داملا. دروغ؟ با بابایم گفتید که در نگاه اول به من عاشق شدید. همین را در نظر دارم. شما را گناهگار کردم. نه، این خیلی فکر نکنید. آیا شما میدونید که من به بابایم چی ها گفتم؟ سخنهای شما را تکرارا گفتم. من هم گفتم که به شما در نگاه اول عاشق شدم.
باورم نمی آید. تشکر به شما. همش میگذرد. میدانم که با شما ازدواج ساخته برپا کردن این فکری غلط است، اما مجبور شدم. آن دختر قریب مرا در حالت ناگوار گذارد. من هم چیکار کردم را ندانستم. همین که در دست شما گلدسته را دیدم گفتم که داماد انا وی است. دروغ گفتم که به شما عاشق هستم. دیگر راه هم نداشتم. میدانم این یک حالتی علم آور است، اما بسیار خنده آور. این دختر رو ببین. زهرا، مولا بعد گفتگو میکنیم. برای کارهای کرده تان می ندارم. شما مثل فرشته اید. تا دیدار. زهرا، لبه اپا جان. زهرا خودش چی گپ است؟ چی سفسطه گفتی؟ مگر دیوانه شدی؟ خوب هستی؟ چی خیر سفسطه اپا جان؟ عشق، ازدواج همش. بابایم رو پرسیدم، گفت که عشق باز کارش رو کرد. این چه خیلی عشق است؟ چگونه عشق ساخته است؟ شما چی ها میگویید؟ عشق مگر ساخته می شود؟ او چی ها میگوید؟ عشق میگوید. خدایا توبه کردم، گویا که کاری نشده است. زهرا، تو فکر کردی؟ یعنی وقتی این قرار رو دادن ما رو، خودت رو، اطراف رو فکر کردی؟ نه، تو فکر نکردی. اگر فکر میکردی همش خوب میشد. زهرا چی شد؟ از فکری زیاد سرم میکفد. مولا زیا باز دروغ گفته مرا نجات داد. چه خیلی دروغ؟ دروغ عشق. دروغ عشق؟ بیا رفتیم. این دختر رو ببین. در ازدواج ساخته مرا انتخاب کرد و یک بار هم نپرسید که من راضی هستم یا نیستم. این چی گپ است؟ من برای او بازیچه شدم ها؟ حالا بازیچه رو میبینی. استاد شامتون بخیر بود. شام بخیر. بچه ها خیری کرده اون صاحب کار را به ما گفتند و ما جمع آمده. نصیب باشد اون پول ها را کی به یتیمان تقسیم میکنیم دوملا؟ این مسئله. شما رفتن گیرید، من پول ها را گرفته از پس شما می آیم. استاد بخشش یک سوال دارم. هجری، از برای خدا یگان سوال نپرس که خاطرم جوی خالی ندارد. دوملا شما را انتظاریم. مایلش. شام بخیر دوملا. مایلش، خدا حافظ. شب خوش استاد. شوکت، من به مسجد می روم. بعد نماز خفتن آماده گفتگو میکنیم. مرا شنیدی؟ امروز هم گذشت. پگاه چی می شده باشد؟ اکنون حاضر چی کار میکنیم؟ اگر فکری مرا پرسی زهرا، داملا برای ازدواج ساخته بسیار انسانی موافق است. سفسطه نگوی. زهرا جان، خودت نگفتی که در ازدواج ساخته میترسم که داماد به من عاشق میشود
و باز گفتی که اگر داماد به من درست ناید همش رو به بابایم فوش میکند. بعد اینکه دومولو هیچ وقت به تو عاشق نمیشود، همین طوره؟ نمیدونم آیا میشود یا نمیشود. یعنی دومولو هیچ وقت با ما بر این دخترهای زمانوی اویلادور نمیشود. البته دنیای ما از دنیای او خیلی فرق میکند. بله، همین طور است. شوکت مرا فهمیدی؟ من به مسجد میروم. شوکت چرا گپ نمیزنی؟ آوازت رو برار. ای بلا زند، چرا گپ نمیزند؟ شوکت بلا زند. شوکت! شام بخیر. شام بخیر دومولو. یکو مشکلی است؟ نه، مشکلی نیست. من از یک رفیقم اومدم. با شما در آمدن ممکن نیست. بخشش. برای آنکه من دومولو هستم. چرا در آمدن دومولو ممکن نبوده است پسر؟ زنهای در درون بوده خودشان را ناراحت میکنند. مرحبا دومولو. خیر داره. بیا مثل فیلم ها میکنه. یا بچه تلفن رو بردار آخیر. خیر مالش. خداحافظ. شب خوش بابا ملا. دومولو راهتان رو گم کرده؟ نه دوستم، راهم رو گم نکردم. یک شاگردم رو میجویم. دومولو شاگردهای شما در مدرسه اند؟ تمام ایستا یافتم. یکم مشکلی نمیشه. راحت برادر. شوکت رو ندیدی؟ کی او رو میپرسد؟ این من کلاس. آقا با خدا این توی؟ منم پسرم. من شوکت رو ندیدی؟ با اینجا آمده بود. آقا شوکت کم تا پیش همینجا بود. بعد گفت که دستویم خوریده ایستوده است، با کازینو رفته یک قمار بازی کنم. اوه شوکت، من پدرم نالت بلا زند. پلیس نجومید. آرام شوید. کنی حجتاتون رو برارید. در جایت است. کنی موسیقی را خاموش کن. شناسنامه‌تان رو برارید. در را کشایید. دومولو شما در اینجا چیکار میکنید؟ نپرسید دوستم، تماما نپرسید. در اصل در راه رفته ایستاده بودم، بعد این انسان را فهمیدن در کار. حالم بد شد و با اینجا در آمده. در حدیث آمده است که انسان باید نماز را در وقتش ادا کند. خیر میلش، کارهای شما بسیار است. از پس کارتان شوید. من زود روم که جماعت مرا انتظار است. با فکرم وقت نماز قضا شد. زورو از جویت خیز گپ زنیم. سلین یک دقیقه شین. ای خدا، در این ساعت عیب است. بگو گپ میزنیم. زورو کاری امروز رو به فردا نگذار. یکی باید فردا از همش آگاه میشود. خدا نگاه دارد. با این کار حل نمیشود. خیز نزدی او رویم.
گوش کن. چرا دنبال این کارو قبول کند؟ عیبی ما چی؟ او خودش چنین گفته است. کارو تا آخر دوام دهد. این کارو چه خیلی من به دوش او بار کنم؟ وای آدم از برای من شده دروغ میگوید و گناه میگیرد. زهرا جان، اگر به آدمی درمونده یاری دادن ثواب نمی بود، او هرگز دروغ عشق ساخته را نمی بافت. تو خفه نشو. تو تنها فکری باید رو بکن. تمام کنی خیز رفتیم. سلیم خیز رفتیم شید تمام. بیا گفتم بیا. سعید برادر 24 ساعت در تلفن بازی میکنی ها؟ نه دوستم، همسرم با وایبر صورتهایش رو روان کرده است، تماشا دارم. این بیبیت نیست؟ برادر سخنویت رو سنجیده بود، تو دوست و دشمن نگردانی. خفه نشو، همسرت پیر می نماید. بله او تنها در صورت چنین می نماید. از پیش خوشبه است باور کن. چی بود ها؟ کمی رفته بینیم؟ شام بخیر. شام بخیر بابای مولا. و فکرم رهگم زدید. نه پسرم، مرا فرشته ها راهنمایی میکنن. یک رفیقم رهگم زده است، آمدم تا او را راهنمایی کنم. مانده نباشید. اگر بازی نکنی خیز دیگر کس شینه. شوکت برادر جان، خوش آمدی برادرم. دمت را گیر، مرا گوش کن. پولها را کجا کردی؟ حیوان، فقط به من نگویی که همه پولها را بای دادی. تو چی ها میگویی برادرم؟ نخود همه پول رو بایدیم. انا نصفش رو بای دادم. نصفش رو؟ شوکت، نصف پولها همین است. من با مردم محله چی میگویم؟ برادر جان، در راه با دخترها و خوردم، بعد به طرفخانه رفته خوراک دویم خوردیم، نوشیدیم، پولها کم شد و برای پولها را جابجا کردن به کازینو آمدم تا برد کنم. من توبه کرده بودم. خاموش. توبه کرده است. این توبه در سرت ماند. با تو بعد گپ زنان میکنم. بعد شامتان بخیر جنابان. حالا برادرم خطا کرده است. پولی که از خودش نبود و آن را باید خیر میکردم. آمده اینجا بای داده است. خواهش میکنم پولها را با من برمیگرداندید. این خیلی کار خوب میشد. بعد بله، من این پولها را برده به یتیمان میسپارم و ثواب شما هم میرسد. نمیشود دملو. تو پولها را باید داده. با دملو مصلحت کرده پولها را پس گرداندنی. جورا این مکر درمون نمیگذارد. اوه شوکت.
اکنون حیاتتون برباد رفت. احتیاط کنید که برادر من فهمیده؟ خاموش. برادر گرامی قدرم. با حضور بازی کن. انا پول هم داریم. تقسیم کنید. داملای محترم باز گناهگار نشوید. همش از نیت وابسته است. تقسیم کن. داملا ما رو هم گناهگار نکنید. پول شما با ما در کار نیست. در حق ما یک دعا کنید بس. برادر عزیز، میگویند قماربازی حرام است، اما نه در چنین حالت. حالا تقسیم کن. به فکرم نیست. چراغ‌هایش هم خاموشند. در این ساعت به کجا رفته است؟ من از کجا میدونم؟ داملا رو میجوی زهرا؟ بله. برآمده رفتند. نمازخوانی رفتند. نمازخوانی وقتی نماز گذشت. در این ساعت نماز میخونند. نماز خفتن خیلی شد گذشت. شاید نمازی دیگرش رو خوندن رفته است. سلین جان، نماز بعدی نمازی بامداد است. من از کجا میدونم؟ من هیچ وقت نماز نخوندم. اکنون چی کار میکنیم؟ رقم تلفنش رو نداری؟ نه. نداری؟ نه خود رقم های تلفنی معشوقت رو نداشته باشی. سلین اینجای شوخی نیست. شوخی نکن که برداشته نمیتوانم. تمام دیگر تکرار نمیکنم. رفتیم. زن میکنم. پس میدهم. پس تقدیری من بلند بوده است. سراسیمگی این عمل شیطان است میگویند. نفهمیدم. شوکت؟ لبای برادر جان. چرا سخنهای مرا در اینجا هیچ کس نمیفهمد؟ جناب برادرم میگوید که مرحمت جنابان. گل جناب گل. برادرم گل را زد. دلم خوش شدیم برادر. چرا من این کارو کردم؟ پر کن. برادر پر کن. این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شوکت پر کن. شوکت بس است. همینش کفایت. دیگرش مون برادر. همین قدرش بس است. دیگرش رو رفیقان بین خودشون تقسیم میکن. کیل از تو چی گفتم؟ شوکت به من داد نزن. برادر این همه پول ها رو ما بود کردیم کو. همینش بس است. گرجزدان رو از اینجا میرویم. با همه تشکر زیاد. بسیار هم شب خوش بود. حلاوت بردم. چی گویم؟ این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شبتان خوش. رفتیم. دلم با اونها میسوزد. رفتیم. او چگونه داملا بود؟ اگر داملا با حال ما رحم نمیکرد برادرش تمام کیسه ما رو خالی میکرد. خدا از او راضی باشد. مرحمت قنچای. شاورما نداشت؟ نه شوکت. یا خدا او رو ببین. من با کار دیشب کردهش نگاه نکرده با او چای آوردم باز شاورما میگوید. با خدا تو تماما تغییر یافته ای. تماما تغییر یافته ای. زنگ گرفتم حیاتم سوخت. دمت را گیر. حال بزنی تو رو میدانم. نه به خدا زنگ گرفتم احوالم بد شد. شوکت با من درباره زنگیری گپ نزن که به این هم در دارد. چرا؟ چرا؟ آن دختر با من ازدواج ساخته میخواهد. برادر من از گوهرک چشمانت فهمیدم که تو با اون دختر عاشق شده ای. با او اظهار محبت کن. شوکت دمت را گیر. گویا که همه چیز رو میدونسته باشی.
کلاس آیا همه این پولها رو در حقیقت به یتیمان تقسیم میکنی؟ بله شوکت، پولها رو یک درمش نمانده تقسیم میکنیم. چی بود؟ هیچ. از بینش برای استراحتی با فراغت خودمون کمترش رو میگرفتیم. شوکت، پولی رو که برای استراحت خودمون جدا میشد تو باید دین شب فکرش رو میکردی. فهمیدی؟ چایت رو نوش. فراموش نکن که من هم یتیم هستم. دزدیدند؟ این خودش چی گپ است؟ آنها کی هستند؟ من هم همان را جستجو دارم. اگر کار به تو باشد ما سوختیم. اما جناب اکرم خوبی با دیدم. زهرا! مادر جان، من نابود شدم. این رو فهمیدی؟ همش رو فهمید. به فکرم زهرو با پایان نفرایی. میتوانی به تیریزه گریخته رو. نابود شدم. من رو فهمید. آروم شو. فهمید نابود شدم. آقای اکرم شما را فیرا دارد. من لباس هایم را عوض کرده می آیم. اکنون چی کار میکنم؟ من نابود شدم. به خودم که چی نابود شدم. سرین از فکر کردن دیوانه میشه. تمام شد. بس. آروم. وای دختر کجا گم شد؟ باز در اینجا چی گپ شد؟ وای دختر واقعی دزدیدنش را تا این وقت از من پنهان داشته است. دزدیدن؟ کی رو دزدیدن؟ ملیس رو؟ ملیس در کجایی دخترم؟ ملیس دینجت و در جان چی شد؟ چرا این را از من پنهان داشتی؟ بابا جان، من بسیار ترسیدم. نخواستم که شما غمگین شوید. برای من؟ بابا جان همش رو حاضر به من میفهمانی. تو را کی؟ دزدیدنی بود. زود به من نقل کن. بابا جان، شما برای همین عصبی شدید؟ گپ را تاب ندی و به من چرا این را نگفتی؟ گفتم که برای ناراحت نشدن شما. آنها از تو چی خواستند؟ من هم نمیدونم. آنها راهزنهای شهری بودن. اکیزیا مرا از آنها نجات داد. او دو راهزن شهری را سخت لطیف کرد. کدام زیا؟ دو ملا زیای خودمون. دو ملای خودمون؟ ریش. بله. سلا. دستش درد را نبیند. خداوند هزارها بار از او راضی باشد. یزنه مگر من نگفته بودم که این مسئله بین هر دویمان میموند؟ اکنون کار کردهتان رو دیدید؟ زهرا وقتی که داملازی این کار رو کرد. زهرا جان، به تو یگان حادثه میشد من چیکار میکردم؟ حق داماد شوندم را چهل پرداخت کنم. چهل داماد؟ کدام داماد؟ همان داماد. زهرا با آن آدم ازدواج میکند چون که عاشق دیوانه شده است. با کدام آدم؟ داملازیو. چی؟ هنگامی که تو رو نجات میداد همان وقت عاشق شدی ها؟ سفسطگویی رو بس کنید. زهرا باجه‌مان در کجا باشد که او را آغوش کرده تبریک گویم؟ خیر میلش. هنگامی بیاناتگیری مبارک باد میگویم. نباشد باجه‌مان را دعوت کنید. بختیار لبای آقای اکرم. رفته داماد شوندم را بگو که زود به اینجا آید. میلش.
او چاغاتای خوش اومدی. خوش باشد. بخیر است که جایتون رو عوض کردید؟ در جای آرام و تنها همیشه راحت است. من دیگر در جای پرغوغا طاقت کردن نمیتوانم. بعد از این حادثه من به اینجا رو آوردم. آفرین چاغاتای. آدمانی ما را خوب لطوکوب کردی که حتی بیمارخانه آنها را قبول نکرده ایستاده است. باور نمیکردم که تو تا این درجه باقوت هستی. هیچ خیر این کار فایده آورده؟ آقای کنعان، آنها را من نزدم. تو چیا میگویی؟ کی زد آنها را؟ من قریب زدنی بودم که در بین یک کس در آمد. شب نکن، ساز گپ زن. آن کس زده که گوش کن چاغاتای. ببین ما تو میزنی گفته آدم روان کردیم، اما تو این را به دیگر کس واگذاشتی. آنها را کی زد؟ این آدم کیست؟ آقای کنعان، این کار من نبود. یک آدم پیش از من شده آنها را لطوکوب کرد. پسرم مرا گوش کن. دانسته باش آدم های مرا شخصی میزدگی حالا از مادرش تولد نشده است. کی آنها را زد؟ یک داملای سالادار. چی؟ داملا؟ اوه سیلین به سر داملا من چی بلا آوردم. مرا پرتفته نگریزد خوب است. تو رو پرتفته گریزد با کی نیست، اما میترسم که خیش تبارد رو دیده میگریزد. ای رحمت سیلین، خیریت که گفتی؟ زهرا شما چی در آنجا پیچیر دارید؟ هیچ چیز نیانگه درباره کار. آقای اکرم مرا ببخشید، داملا حالا نآمدن. او در کجا باشد؟ شاید یگان کارش برآمده باشد بابا جان. نه، این کار مرا قناعتمند نکرد. دیروز به جای تبریک کردن او را مانند مفتش سوال باران کردم که شاید از من رنجیده باشد. تو بهترش به او زنگ زن، بگو با او واخوردن میخواهم آیدی فاتحه کردن و توی گفتگو نمایم. زود به دامادم زنگ زن دخترم. بله زهرا، زنگ زن. من هم میخوام یک بار بیاناتش را بگیرم. چی استاده ای؟ زنگ زن. زنگ زده نمیتوانم چون که یعنی حاضر ینگم پرسید که چرا ما پیچر داریم با سیلین. ها تمام، من گپ زده ایستاده بودم که اما قوه تلفنم تمام شد. خیر گیر، با تلفن من زنگ زن. گیر. بابا جون، قوه تلفنی من تمام نشد، از وی تمام شد. اگر از من تمام میشد میدونستم که چی کار کنم. اما من با داماد شوندم هرچی زودتر واخوردن میخواهم. حاله خسورم درباره خاندار کردن زهرا میانش را سخت بست است. او را بین دامادم گفته دهانش آب میکشاید. چرا نکشاید؟ شما ناراحت شدید جنابی اونل؟ نه استغفرالله، چرا ناراحت شوم؟ به خدا این اولین مراتب است که من از تحت دل با تمام حیثیاتم داماد گفتن میخواهم. زهرا جان، من تو رو در نزدی ماشین انتظار میشوم. سلام سلن خانم. تنها سلین گوی؟ حاضر یک سلنش را خط میزنم، پرابلم نیست. سلام علیک خانم سلن. چی بود که؟ بخیر است، ناراحت می نمایید. این را از کجا برآوردین؟ من ناراحت نیستم. نگاه کنید، شما ناراحتید و سببش را تنها من میدانم. چی بوده است؟ حادثه که دیروز رخ داد. اما شما خواطر نشوید، آن راهزنها را من دستگیر میکنم و هر دو یک جویه این را پس سر میکنیم. یک جویه؟ ها جان. گوش کن جنابی پلیس، این حادثه به من نه، به دوگانه‌ام رو داده است. چند بار فرمانم، ای خدای من، این کس نمیفهمد. اما شما به خودتان ناحقی میکنید. عجبا، من به خودم چی ناحقی کردم؟
اگر شما در آنجا هنگام حادثه می بودید این حادثه به دوگانه اتان رخ نمیداد و شما رخ میداد خانم سیمین. چرا چونی؟ چون که تو بسیار زیبا هستی. خدایا او چی ها میگوید؟ و این زیباگی شما تمام راهزنها و حادثه های بیرونه رو به خود جلب میکند و من محافظت کردن شما رو بر عهده گرفته از این پس محافظ شما میشوم و شما رو از همه این راهزنها حفظ میکنم. در کار نیست. از چی ما سخت مینه‌دار شدن؟ این کس دیوانه است؟ چی است؟ زهرا جان تو کجا شدی؟ آمدم رفتیم عزیزم. تا بازدید. ای تو چیکار کردی سودی؟ کمیسر فکر کردم که این ماشین خودمان است. زود سوار شو. عزیزم به خانه میایی؟ به خدا که نمیدونم. من از تو سخت خفه شدم. میدونم از تو عذر میپرسم. وعده میدهم که دیگر تو رو نمیرنجانم. در حقیقت وعده میدهم. خیر. بخشش یک لحظه. لبای سردارم پگاه شخصی که شناسنامه قلبکی تیار میکرد به وطنمون میآید. او را در فرودگاه دستگیر میکنیم. تمام من میآیم. تو رو دستگیر میکنم. کلاس باوریم نمیآید که باز کلاس گفتی. عزیزم معلومات انیق رسید. کلاس نزدیک شناسنامه ساز میرفته است. آی حالا هم کلتا کلاس گفته ایستاده است. اما عزیزم نه برای بردن من دیگر به اینجا نیو و مرا عزیزم نگوی. فهمیدی اونال؟ کمیسر پروا نکنید من همراهتان هستم. چی صف زده میگویی؟ ابله با ماشین سوار شو. شما همیشه دامولا رو اشتباه میکنید. اون پلهای ما را دوخته است. او یک دوست است. رفیقان مگر این کار می شود؟ تهمت نکنید که گناه است. خیلی تهمت اکی خلیل. آن شخص را که شما دامولا میدانید پلهایتان را گرفته در کجای معیشت دارد. این همین تو چی گفته ایستاده استادی ما چونین انسان نیست. خانمان و جنابان گوشایتان را کلان گشاده من را گوش کنه. آن دامولای به ایمان پلهای شما را گرفته از اینجا فرار کرده است. اگر تو راست میگویی؟ بله. مادر؟ چرا مردم در اینجا جمع شدن؟ دامولا زیا رو انتظارند. دامولا باید تو رو آورده خیر کنید. مادر خیر را باید آدم پنهانی کند. آدم ها را جمع کردن خودنمایی می شود. دخترم تو همیشه دامولا رو تنقید میکنی. اکنون چی کار میکنیم سیلین؟ دعا کن که هر چی زودتر دامولا رو پیدا کنیم زهرا جان. جانم فکر کن که دامولا رو یافتیم. یکی ازدواج کردن رو قبول نکند پس ما با بابایم چی میگویم؟ من فکر نمیکنم که یک مرد از تو به آسانی دست کشد زهرا جان. دامولا تو را قبول میکنم. تو باز هم با این سخنهایت مرا آرام کردی. رحمت سیلین. باز کن خلیل. راست گفتی اکا. من حس میکردم که او یک دامولایی ساخته. بله بله بله. خدا ترسید ایسته تهمت نکنید. خیلی تهمت. این همین تهمت نکن. خدا اگر پلها را نیارد او را دور میکشیم. در اینجا چی گپ است؟ خلیل تو فقط پشتی این دامولا را بگیری. بین او پلهای ما را گرفته رفته است. بر خدا قسم دیگر پلهایتان را در خوابتان ببینید. زهرا خانم دامولا زیا را ندیدید؟ نه ندیدم. در اصل ما هم از او یک چیز را پرسیدن میخواستیم. در اینجا چی گپ است؟ همه دامولا رو انتظارند. یک صاحب کاری خیرخواه به یتیمان 50,000 لیره خیر کرده به دامولا داد. مردم باشد فکر میکند که دامولا پولها را گرفته گریخته است. دیدی زهرا جان؟ دامولا زیا بسیار آدمی خیرخواه بوده است. این خیلی آدم کم است. او حقی ما و شما را خورده است. اما باید او را پیدا کنیم. همه من را گوش کنه. این آدمی که شما اولیا میشماره پولهای شما را میده کرده خورده ایستاده است. بله نمید راست میگویی. مردی رزیل خدا جزایت را دهد. بازی چه نشوه شما. حاضر همه شما همراه من به شعبه پلیس رفته از بالای عرضه شکایتی می نویسه. او فکری یتیمان را نکرد. ببخشید وای آدم چی میگوید؟
дар ҳаққи домула тухма дорад гӯё домула пулҳоро гирифта гурехт. нагузоред ҳуқуқатон поймол шавад. агар ин дуруст бошад ба худо қасам ки бобоям дилаш кафида мемурад. худо нишон надиҳад. акнун чӣ кор мекунем? ҳамаш хуб мешавад. домула омад. устод омад акай халил биё рафтем. пулҳои шуморо гирифта аз ин ҷо фирор кардам. як тараф истед домула омад, як тараф истед. ҳоли робин домашро кач карда гурехт. узр мепурсам бародарон, бахшиш ки каме кор баромад ва дер омадам. ин миз барои чист? ин миз барои тақсим кардани пулҳо домло. бародарон, бе ин ҳам мешавад. бояд чунон хайр кунем ки касе аз ин пай набарад. гиред ятимонро рӯйхат карда пинҳонӣ бурда баробар тақсим кунед. майлаш домло, хавотир набошед. ҳиҷри писарам, ба оғои халил ёрӣ де. майлаш устод, пулҳоро тақсим мекунед ё не? тамом ба хонаҳотон равем, мо худамон бурда мерасонем. домула лабай хонам зӯҳро. бекор ҳастед суҳбат кунем. домула ташаккур хонам севал. намеарзад домуло. ташаккури зиёд. марҳамат. оиди ҳамлаи роҳзанҳо ман чизе нагуфтам, аммо язнам ба бобоям гуфтааст. бобоям мехоҳад ба шумо миннатдорӣ кунад. хоҳиш мекунам, яъне ин кор зарур нест. ҳар кас ки мебуд кӯмак мекард. ҳа ҳамин хел. аммо устод, наҷотдиҳии маро бобоям шунида инро бисёр муҳим шуморид. шуморо чун домод медонад. агар ба ӯ ҳақиқатро фаҳмонам, сахт меранҷад ва худо нишон надиҳад ки вазъияташ бад шавад. домуло, бо ман издивоҷи сохта барпо мекунед? медонам ки бо шумо издивоҷи сохта барпо кардан ин фикри ғалат аст. дурӯғ гуфтам ки ба шумо ошиқ ҳастам, дигар роҳам надоштам. аз шумо ҷавобро интизор ҳастам. намекунам. намешавад зӯҳра. ва боз ин ки ман одами диндор ҳастам, ман бояд ба одамон намуна бошам. муфтиёт агар издивоҷи сохта барпо кардани маро фаҳмад, ҳоли ман чӣ мешавад? шумо чиҳо мегӯед? ҳеҷ кас пай намебарад. ваъда медиҳам, касе намефаҳмад. агар бобоям фаҳмад, худаш маро нобуд мекунад. мутаассифона зӯҳро, яъне ин корро кардан наметавонам. аз онро медиҳанд. наранҷед, ман ба масҷид меравам. худоҳофиз. зӯҳроҷон, чӣ шуд? чӣ гуфт? ӯ қабул накард. қабул накард? акнун чӣ кор кунам? намедонам. ҳамеша биёед. устод, чӣ шуд ҳиҷрӣ? боз савол дорӣ? бале устод. устод, саволам ин ки агар келасро бикушӣ гуноҳ аст? чӣ? келасро гуфтӣ? ҳа устод. ин савол аз куҷо баромад писарам? дар девори масҷид дидам устод.
در دیوار دیدی؟ همینطور گویی نمیشود. من چه خیلی پرسیدم استاد؟ من از کجا میدونم؟ چنان میپرسی که آدم تلخ قلب میشود. هجری مسلمان دینش را باید بداند و گفتارش را نیز باید رعایت کند. خوب هستی آقای بختیار؟ خوبم. کی اکرم شما را میجوز؟ تشکر. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. روزتون بخیر. خوش آمدی. با تو چقدر تشکر گویم کم است. کاری که برای نبیرام کردی چگونه پرداخت کنم؟ من چیزی نکردم جناب. چه خیلی چیز نکردی؟ اگر تو نمی بودی آن راهزنها به نبیرم آفت می رساندند. تو حیات او را نجات دادی. استغفرالله. تو قهرمانی هستی که با دل گشاد نبیرم را به تو امانت کرده می توانم. داماد دستم را ببوس. هجری دست بوسه نکن. نشیده خانم، اهل آیله را در میمانخانه جمع آور تا که گفته هایم را همه شنوند. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. تشکر. حاضر شما در حیرتید که چرا من شما را به اینجا دعوت کردم. آرام باشید، یگان جای خواطرش نیست. برای یک کار خیر در این جایید. با دقت گوش کنید. دامولازیا جان، با دختر عزیزم همه چیزم، قیمتترین گوهرم زهرا جان آیله برپا می کند. این خبر خوش را خواستم به شما هم رسانم. این روز فراموش نشدنی را، اعضای آیلمان شدن دامولازیا را خواستم به شما رسانم. او داماد یکتایی من است. اکنون از سببی که این خبر را به همه رساندم کار را طول دادن لازم نیست. در حال به توی تیاری بینید. در اصل از شما چطور عذر پرسیدنم را نمیدونم. به سر شما بلا شدم. حتما راه حل این کارو میابم. نه هیچ گپ نیست. دامولازیا لبه خواطر نشوید. این کار این خیلی دوام نخواهد کرد. یگان بلا کردم من راه حلش رو میابم. در اصل باور دارم که شما حل این کار رو میابید. من شما و آقای اکرم رو غمگین کردن نمیخواهم، اما این بازی دو رو در روز دوام کردن نمیتواند. با اجازت. زهرا چی شد؟ دامولازیا از فکرش گشته است مگر دامادی ساخته شدن را دوام میدهد؟ دوام نمیدهد. به دوستانش چه خیلی فهموندنش رو نمیدونست است. عزیزم تو هم کمی مجبورش میکردی؟ چی کار میکردم سیلین؟ در پیش پایش میافتیدم؟ قبول نمیکند آخر. بی این هم برایش نگاه کردن نمیتوانم. تنها تشکر گفتم و تمام. زهرا جان باید یگان کار کرده دامولا را راضی کردن در کار.
نمیبینی کار جدی است عزیزم. اوف میبینم سیلین میبینم. شوکت ای شوکت سرم رو ویران کردن. ای برادر این چی گپ از خودش؟ هر روز یک کار چی شد آخر؟ به این همه لباسا هم در همین جاست. تا کی به من مثل مهمان رفتار میکنی ها؟ چخیل مهمان شوکت، چخیل مهمان ها؟ 1 سال میشود در اینجایی. بس است این خانه مادرت نیست. شد برادرم اگر خواهی باز من رو بیرون رفته در کوچه زندگی میکنم. یا خدایا. کیلاس جان یکو مشکلی داری؟ بله شوکت، من مشکلی دارم، مشکلی کلان دارم شوکت. او برای آن رد کرد که از دوستانش شرم می‌دارد. زندگی و از زندگی ما تماما فرق میکند. این رو بفهم زورو جان. اگر مردم تو رو با این حال در بری او بینند غیبت میکنند. بعد اینکی اگر تو خودت رو با او موافق سازی مسئله با همین حل می شود. یعنی چی خیل؟ نفهمیدم. اینش رو به من گذار، من حل میکنم. ببین این دختر با ازدواج ساخته حتی راضی نمیشد. حالا باشد زاره کرده از پسم میدود. ای برادر تو شوخی به شوخی همه ای کار رو حل کردی کو؟ چخیل حل کردم شوکت، چخیل. عقل تو به این نمیگیرد. اون دختر ما رو مانند بازیچه استفاده برده ایستاده است. اکنون شوخی به شوخی تو داماد شده به قصد میروی برادرم. تو چی ها میگویی شوکت؟ من شناسنامه‌ام رو درست کرده میگوییدم تو باشی داماد میگویی. تو این دختر رو پرتفته میروی. تو اون دختر رو پرتفته نمیتوانی. سفسطه نگوی. کمی سر و نال از قفایم است. از دیگر طرف کنعان دیوانه. من مگر در اینجا میمانم؟ تو چی ها میگویی؟ من خودی پگاه نیست میشوم. نیست. چغتای خوش آمدی. ملیس خبر را به چغتای رساندی؟ رساندم بابا جان. خوب چغتای زهرا را خانه دار میکنم. از این بعد همکار و دوستت صاحب شوهر می شود. آقای اکرم لبای خوراکشام تیار است. بسیار خوب. کلی بچه ها همتان مرحمت کنید به خوراکشام. دامولا رو هم دعوت کن. مرحمت. زورو بیا یک صحبت میکردیم. زورو این چی گپ است؟ من نفهمیدم چقدر که تو ایده چی میپرسی؟ همه میگوین که تو با دامولو خونه دار میشوی. این چی گپ است زورو؟ در اصل سفسطه میگویی چقدر با که خونه دار شدن من به تو چی دخل دارد؟ ها؟ برای همین به اینجا آمدی؟ زورو با دامولو خونه دار شوی به تو نمیزیبد. فهمون با من. برای چی فهمونم چقدر؟ چی من برای فهمانیدن تو کوشش دارم؟ اما من تو رو دوست ندارم. در اصل سخنهای تو رو شنیده نمیخواهم. نمیفهمی؟ نه نمیفهمم. دیوانه شدی مگر؟ این دامولاچه کیست؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ آن دامولایی را که تو اینقدر پس میزنی از تو 1000 بال بالاتر است. فهمیدی؟ چقدر تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو اینجا برای آدم ها رو ناراحت کردن آمده ای؟ نه آن دامولای مشهور رو دیدن آمدم. او کی از چخیل آدم است، دل زهرا را چخیل یافته است، این را فهمیدنی آمدم. بسیار خوب. آرزوهایتان در حال عملی شدند. انا آن کس آمدند. مرحمت تو رو ببینید.
رفتم خواب کنم که در نماز بامداد خستنم در کار. من شما را گسل میکنم. هیچ لازم نیست زهرا جان. مهمان را تنها نگذارد که گناه است. بار دیگر شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. آفرین زورو. دیدی به چشم داماد چه خیلی زیبا افتادی. بسیار هم زیبا افتادم. عین حال خودم را از همه آدم درویترین دنیا حس میکنم سلین. رویت رو تروش نکن. من میدونم که این خیلی کارها به تو پسند نمیآیند. اما چی کار کنیم برای قانع کردن دامولازی ها چیزهای پسندیده‌اش رو کردن میگیریم. چه تو خودت رو کی فکر میکنی ها؟ پسرم تو کی هستی؟ دو آدم را زده خودت رو قهرمانیست کردی. به شرف آدمان را زده زهرا را از من گرفتن خواستی ها؟ همان حادثه رو تو تشکیل کرده بودی به مثل فیلم هندو آدم های خودت رو از پای افتانده در نزد زهرا قهرمان شدن خواستی تو هم فرصت رو انتظار بودی ها؟ مرا گوش کن. اگر یک بار دیگر تو رو در نزد زهرا بینم با ایمانم قسم نماز جنازت رو خودم میخوانم. مرا فهمیدی؟ تو چه خیلی دامولو هستی؟ حیاتت سوخت در دهان. آی کودک دیوانگی نکن. تو با کی سر و کار گرفتنت رو حالا نمیدانی. سرم رو ویران کرد. در همونجا زده سرش رو معیب میکردم لیکن استغفرالله گفتم. ای خدایا خواب رفتن او رو بین. شوکت. شوکت. گویا که در حیات من تو نمی رسیدی و با آمدنت حیاتم پر شد. این مرد خیلی خراس میکشد. ای خدا این آدم خیلی این آواز رو میبراند. گوشم رو کار کرد. ای بچه تو انسان هستی از خوک هم گذراندی. شوکت برادرم توبه توبه. زهرا تو رو میفهمم و از اینجا باید روم. موندن نمیتوانم. اگر برای من رو دوست داشتنت کمتر امید می داشتم شاید می ایستادم.
کجاست این دامولای بینماز؟ این دامولای بینماز در کجاست؟ هجری ما رو نگیر، ما جزای او رو میدیم. باید جزای او رو ما بگیریم. رفتیم استادم رو غم ندهید، چرا دلو شده در همین دامولای بینماز کنی شما چیکار میکنید؟ ای بچه شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست من با تو میگم؟ من گناهگار نیستم. کلاس گوره تو اگر نگویی دامولای بینماز در کجاست ما تو را رها نمیکنیم. شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست؟ تماما به نمازی بامداد نمیآید. در کجاست او؟ در بالا. او در اونجا بودست. کنی همه کسی رفتیم. بختیار این آواز از کجاست؟ اینها کیستن؟ مردم محل جمع شده دامولا رو میگویند. انا او در کجا بوده است؟ در اینجا بوده است. تو چی خیلی دامولا هستی؟ رو به نمازی بامداد ناومدی ها؟ ساعت 10 سحر شد ما رو احمق میکنید ها؟ تو دامولایی ساخته هستی؟ نه استاد مگر اینها راست میگوید؟ خطا نفهمید این همش تهمت است. خیلی تهمت؟ این آدم رو من میشناسم. این همان دزدی مشهور کلت کلاس است. حالا پلیس هم می آید. با شما چی شد؟ بابا جان استاد مردمی محله چی میگوید؟ یک طرف ایستد. کلت کلاس من از تو انتقامم رو میگیرم. تو رو با محبس میبرم. بدم افتادی. تو را یافتم کلت کلاس. میبینیم که تو این دفعه با کدام جهنم میگریزی؟ پران. نه بسرش پران. نه پران. زورا دخترم با تو چی شد؟ کفتم. خدا را شکر همه این خوب بوده است. صبح بخیر دامولا. صبح بخیر. مانند خوابی بد همه جا رو آب پاشیده ایستاده است. بعضا در بیرون خواب کردن رو دوست می‌دارم. سحر بر وقت کسرا مشق میکنم. در بیرون خواب کنم خوابای خوب میبینم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. رحمت دخترم خوب هستی؟ خوبم. من رفته ایستادم. میلش دخترم. یگان چیز میخواستید؟ نه دخترم رحمتی کلام. میلش؟ با دقت باش دخترم. مانده نباشید بابا جان. میلش دخترم درسایت رو نقص کن. یا خدایا به ورزش کوهبرایی هم سر و کار داشته است ها؟ سر و کار گرفتن یک طرف همکی. کتابش رو نوشته است. کتابش رو چی نوشته است؟ کتابش رو در کجا؟ هنگامی به کوه برآمدنش در کوه می نویسد. هنگامی فرامدن در خانه. یا خدا شوکت چی شد؟ مهمانتون رو میجوید؟ شما او رو ندیدید؟ البته که دیدم داملا. در نزد آقای اکرم است. رحمت امک بختیاری. سوپرمن در نزد او هیچ است. چی خیل؟ انا خیل. امریکایی ها با یک سوپرمنشان چنان میفخرند که سرشان به آسمان رسیده است. سوپر دامولای ما از سوپرمن آنها زودتر میداد. شوکت صبح بخیر خوش آمدید. صبح بخیر. تشکر شما خوب هستید؟ شکر خدا. ما با شوکت درباره شما صحبت داشتیم. نقلش هیچ تمام نمیشود. تمام نمیشود. او لقیدن را سر کنه دیگر هیچ خاموش نمیستد. انشاءالله که سرتان رو به در نآورد. استغفرالله. در حق شما بسیار هم چیزهای خوب گفته ایستاده بود. بفرمایید درایید. مرحمت بعد از شما می‌داریم. صبح بخیر. صبح بخیر. ما هم با شوکت بای درباره شوهر شوندت صحبت داشتیم. از که ما داماد شونده شدی کلاس؟ مرحمت.
جان نان رو گرفته به زمین افتاد. ای به زمین نان افتیده است. برای زهرا یک توی پرحشمت خواهم کرد. یگان چیز را برای او دریغ نخواهم داشت. اما دختری عزیزم، تو یک چند وقت کار را پرتاب و تنها برای توی تیار بین. این روزهای خورسندی تو می باشند. سیلین دخترم، تو هم به کار نرو. در کارهای دوگانت یاردم ده و او را تنها نگذار. مایلش بابا جان. با اجازت شما میخیزیم. من رفته طهارت کنم. اجازت از شما؟ مرحمت مرحمت. به همتان اشتهایتون روز بخیر. شوکت جان رفتیم برادر جان. مایل شما میرویم، باز بگاه میرویم. برادر، من به تو دو سوال دارم. چی سوال بوده است؟ سوال یکمش به این دختر خانه‌دار میشوی؟ دویمش یا نمیشوی؟ چی خیل خانه‌دار شوی؟ برای زیغ شدن این دختر من این کار را کردم. رفتیم. یا خدایا. زهرا جان، قسم دویمی نقشه امان. آیا نقشه ایت فایده می دهد؟ این چی گپ خودش زهرا جان؟ همه نقشه های من تا امروز عملی شدن. تو اولم به من باور نمی کنی؟ در درونی اینها چی است؟ سلین؟ لبای عزیزم، روی ما رو این تر بسته به دامولازیا نشان می دهیم. اوف زهرا، با گردن بندهای مکتبی مونند شد. این طور نه. اما این خیل در سرت می پرتویی. همین خیل؟ چه خیل است؟ بسیار زیبا. با من می زیبد؟ البته جانم. ببین اینجا دیگر رنگهایش هم هست. الان اینش به تو خیلی می زیبد. می زیبد؟ سلام دامولازیا. با من نزیبی؟ زیبید، اما اینش رو پیشینه به آینه نگاه کن. خب؟ اینش زیبید؟ به خدا بسیار زیبا شدی. اینش رو بینیم؟ کندی وی رو برو در آینه. وقتی این خیل میبندی بسیار زیبا میشوی. این هجریش خیلی آدم است. اگر پسر من می بود با خدا را حق میکردم. سوال باید از سرت موند. دامولو من نزدیک شما اومده ایستاده بودم. بخیر از دخترم سیوان. دامولو با من یک تومور نویسید. تومور؟ بله دامولو، از نمیک چی طور خلاص شدنم رو نمیدونم. برای همین به نزدیک شما اومدم. آچه این سیوالی من است. عاقبت تو را میکشم من. تست کن زهرا. مایلش اومده ایستادم سیلین. فراموش نکن چه خیلی که مسئولیت کردیم همون خیلی میکنیم. فهمیدم سیلین، فهمیدم. سیوال جان. دامولو دیگر چاره ندارم. دامولو ما هم برای دیدن شما اومدیم. انشالله بخیر است. درد شما چیست خانم؟ دامولو با ما آبی قیترمه میدهید؟ آبی قیترمه؟ بله دامولو. کارهایمون برای نگرفته ایستاده است. کاش که رفته در مدرسه تحصیل میکردم. او رو بین همه دخترها رو به خودش جلب کرد. من این شیطان را به جهنم میفرستم. اولین شده من به اینجا اومدم. دامولو کاری من رو بود میکرد، همین طور نه؟ تومورهای دامولو به همه میرسد. التماس غوغا نبردارید. خانمان
بهوده غوغا نبردارید. من به این هم تومور نمی نویسم. روزتون بخیر. شیطانچه ها با ازدواج ساخته دیدن که راضی نشدم، برای راضی شدن روی مال پوشیده آمدند. دستم شکست. تو خوب هستی؟ بیاری تاجری زنگ تمام که زنگ میزنم، اما گفتم از پس او غیبت نکنید که او اولیو از خدا میزند. زورا چرا منو دوانده ایستاده ای؟ او بی قیتر ما گفته آورده مرا در پیش همه شرمنده کردی. تازه او از پسی ما خندیده ایستاده است. عزیزم کور از طرفی خوبش بین؟ طرفی خوبش کدوم بوده است عزیزم؟ خیر دیده که دومولو تومور نویس نبوده است. باز تومور نویس نبوده است میگه. ایستو تو فلورم بلند است، تو باشی مرا میدوانی. یک باری دیگر فایده اش کرده است، یگون مشکلی نیست. همش با کوشش های شما دکتر. تشکر زیاد. یک دقیقه. این برای تو؟ اینش برای تو. رحمت اپا جان. لازم نبود دکتر جان، بین هم شما با ما خدمتی زیاد کرده. این طور نگوید، این وظیفه من است. برای کودکای محله تحفه گرفتم و نصیب کودکان شما بودند. ما چخیل این خدمت های شما رو برمیگردم. لطفاً. تشکر زیاد. من کلاشم دکتر میشم. چخیل نقص. سلامت باشید. تشکر باشید. مرحمت. رفتیم. خدا بالانهای موتورسیکلت رو شکاف کند. خانم خوب هستید؟ اگر شما رو میزد میمردید. به تو ما چیکار میکردیم؟ زحمت نکشید، من خودم میپردازم. نه هیچ گپ ندارد. با فکرم مرا نفهمیدید شما. کاری خودتون رو دوام دهید. مالش من هم برای دیدن تو بر اومدم دخترم. دومولو خوب هستی؟ خوبم تشکر. انشاءالله که سلامت هستی. خوبم. موتورسیکل با سرعت گذشت و قریب که دکتر را زیر میکرد. خلطه های دکتر رفتیدند و من یاری رساندم. تشکری زیاد به شما. خوب هستی دخترم؟ با تو چیزی نشد؟ دومولو وقت می داشتید به شما یک پیاله چای دم میکردم، با شیرینی میخوردید بعد میرفتید. نه رحمت، من در حال رفتنم در میلش دومولو. خیر خوش باشید. روزتون بخیر. دخترم دومولو زیاد نسبت ما همیشه نیکی میکند، اما تو رو دو این پس میزنی. رفتیم. تو خوب هستی دخترم؟ خداوند قبول گرداند. دومولو جان امر معروف میکرده؟ آقای خلیل من کمتر کار دارم. روزی اولی آمدنتون به ما امر معروف کرده، دلهایمون روشن شد. دومولو امر معروف کنید که ما گمراه شده ایستادیم. بله استاد، التماس رد نکنید. حاضر کار دارم آقا، یگان وقت دیگر انشالله. خواهش میکنم استاد، التماس رد نکنید.
خیر مرحمت شنید. بله محترم جماعت، موضوع امروزه ما یعنی موضوع امروزه برای خود یک چند پند اندرزهای خوب را قید کرده بودم. حالا برای تو میخوانم. محترم جماعت، این دفتر در حیات من اهمیت کلان دارد. این دفتر به من از استاد عزیزم خاطره مانده است. در مدینه روزی عید رمضان حضرت محمد درود خدا بر او و با آلش کودکان را می‌بیند که بازی دارند و ناگهان کودکی را می‌بیند که در بین کودک‌ها با چشمان گریان آنجا اشک می‌ریزاند و پیامبر از آن کودک می‌پرسد: پسرم، کنی به من بگو چرا گریه داری؟ کودک جواب داد: هر کسی پدر و مادر دارد، اما من پدر و مادر ندارم، یتیم هستم. و آن زمان پیامبر عزیزمان سر کودک را سیله کرده گفت: پسرم، میخوای که من پدرت، عایشه مادرت، فاطمه اپت و علی عمکت شود؟ کودک به چشمان پیامبرمون با تبسم نگاه کرده جواب داد: من شما را میشناسم ای رسول خدا، چه خیلی به این راضی نشوم. و تا آخران نفس پیامبر درود خدا بر او و به آلش آن کودک یتیم از پیامبر جدا نبود. روزی در کوچه هنگام بازی کردن کودک ها با او گفتند: تو همیشه غمگین بودی و خنده نمی کردی، حالا با تو چی شد که اینقدر شاده میکنی؟ کودک گفت: آن وقت ها من یتیم و بیکس بودم و حالا باشد پیامبر پدرم، عایشه مادرم، فاطمه اپم و علی عمکم شدن سببش همین. و کودک و حسد برده گفتن: کاش که ما هم مثل تو یتیم می بودیم.
خانم تولین باید با این ازدواج مانع شویم. برای همین را گفتن با من در حال خوردن خواستی. من کودک نیستم چغتای. برای زهرا رو به دست آوردنت اینها رو گفته ایستاده میفهمم، اما به من چی فایده؟ خانم تولین این مسئله تنها مسئله من نیست. چشمانت را کشا. چی کارها کردن این دامولا رو حالا نمیدانید؟ چی یعنی؟ تو پیش هم دامولا رو میشناختی؟ وقتش بیاید این رو هم میفهمم، اما حاضر تنها این رو دانید که آن حادثه زهرا از دست رازنها نجات یافته بود کو؟ بله. آنها آدمانی دامولا بودند، یعنی برای زهرا رو به دست آوردن این نقشه را او کشید. من با چشمانم دیدم. اما لطفاً از این زیادش رو نپرسید. برای فریب کردن زهرا کی میداند باز چی دروغ گفته است؟ این را خدا میداند. ببین او بسیار انسانی حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد، آقای اکرم را هم فریب میکند. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یگان وصیت نامه نویسد او همه را صاحب میشود. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. هجری پایم رو زیر کردی. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. هجری قرائت کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. آمین آمین. هوش نماز خیلی بود؟ در حقیقت خوب بود برادر. آیا میدونی؟ از برای تو شده در حیات یکم بار نماز خواندم. برادرم. چی میگویی؟ تو حاضر در حقیقت میروی؟ میروم شوکت، دیگر ایلاج ندارم. برادر من تو رو بسیار یاد میکنم. شوکت من هم تو رو یاد میکنم. من با تو گپی سخت میزنم، دلت رو میشکنم، من رو عصبی میکنی، بعد من مجبور میشوم. خیر من رفتم. حقت رو حلال کن. حلالت باد. چیکار کردی چنگیز؟ آقای کنون در گرد خانه نو و کهنه شناسنامه دام ساختیم. رفتم کلاس رو بیارید با همه چیز چورش. اطاعت سردارم، امرتون رو به جا میاریم. رو. کمیسرم کرده کلاس به سراغ کهنه شناسنامه انیق نمی رود. به اینجا می آید. بیا شرط میکنی که به اینجا می آید. من حس میکنم.
دیگر به من در کار نیستید. سردارم یک چیز دیگر را پرسم. با شخصانی که در آینده پلیس شدنیند، مخصوصا با جوانان قابلیتناکی که با مثل من مهارت دارند، چی توصیه میدید؟ لوینت خاموش است. اما سردار من به نزدیک پلیس میشم. دقتم را پریشان نکن میگویم لوینت. چرا تو رو آوردم؟ مگر این کلتا کیلاس نیست؟ سردارم من نگفتم که کیلاس به اینجا میاد. انا آمد بخدا که آمد. خاموشی است. با تمامی گروه ها به فرمان من یگان حرکت نکنید. فهما؟ همه فهمیده؟ ولی سردارم فهمیده. شام بخیر. تو کی هستی؟ من کلاس هستم. کبوتر مرا اینجا فرستاد. چند مرتبه اینجا آمده بودم. انتظار شوید. سردارم من این عملیات رو شامکا میکنم. انتظار شوید. برادر شناسنامه تیار است؟ ولی خواطر نباشید. چی گپ شد؟ پلیس! گریز! همه این گروه ها حرکت کنید. ای پسر تو دیوانه شدی مگر؟ تو چی کار میکنی؟ بموشیشین! کجا میروی؟ سردارم یک سلفی کنم. ما در فکر عملیات و این در فکر سلفی. با تو بعد کم میزنیم ابله. باز دستم رو محکم کرد. سردارم یک طرف. سردارم کلت کلاس هم روی آدم هایش اومده است. بیشرف با آدمانش اومده است. او را زنده میخوام، فراموش نکنه. الو اکرم، کلت کلاس هم روی آدم هایش با اینجا اومده است. چه کل آدمان؟ کدام آدمان؟ او را از پای زخمی نموده. زود گرفته به نزد من بیارید. مایلش سردارم اجرا میکنه. ای کلیدی در کجا باشه؟ اینها حاضر کلت کلاس رو از دست بدین. سردارم نیسته. زود پلیس آمد زودتر گریزید از اینجا. پلیس آمد گریزید. اما اگر کنون اینها پلیس بودن، آدمانی کلت کلاس نبودن. تو خدا جزایتان را دهد. پلیس را از آدمان عادی فرق کردن نمیتوانید. احتیاط کنید یگان پلیس را نپرانید. گربچه ایرا که شده میتوانی؟ از دوستان یک بیاری پرسی میشوده؟ اگر سردارم به طور ماشینش برآمدن تو رو بیند، با خدا تو رو زنده نمیمانه جورا. به عقل چیت؟ پنهان شو. آها پلیس رو تو آوردی؟ نه، فقط لباس پلیس به من نمیرسید. گوش کن، تو شناسنامه رو با خودت آوردی؟ شناسنامه رو آتش زدم برادر. چی؟ عقلت رو خوردی؟ اگر آتش نمیزدم پلیس تو رو میقبید. خدایا توبه. همیشه کاری من برار نمیگیرد. ای برادر، شناسنامه با تو چی در کار؟ به شناسنامه تو را هیچ کس نمیشناسد. اکنون چی میشود؟ گوش کن، من باید از اینجا فرار کردنم لازم.
3-4 روز بعد به این سراغ بیا. مایلش خواطر نشو. شناسنامه تو رو حل میکنم. مایلش ماگیر این پالتو رو گرفته پوش. باز از سلفیدن نموری که با من لازم هستی. خدا از تو راضی باشد. مایلش من میروم. با پایین فرو گور بچه. گپ رو نمیفهمی تو. سر دارم. کنی بیاید. خیلی چکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. از یک طرف کرتکلاس، از یک طرف گربه. ای دیوانه بیعقل، چی کار کرد ایستاده ای تو؟ چی کار کرد ایستاده ای؟ هی بچه شما در کجا میگردی؟ از پشت تو شده آدم ها رو از دست دادیم. کرتکلاس باشد گریختر رفت. دیوانه بیعقل. قریب گربت چلیکم رو میخورد. شما باشید با گم شو خطی گربت. دیوانه به تو سلفی چی لازم احمق؟ بیا خالته بیا. در آینده با من بسیار کمک میکنی. خیلی چیکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. من میبودم کلتکلاس نمیگوری. دمت رو گیر خاموش. سردارم کلتکلاس رو دستگیر کرده نتوانستیم. او فرار کرد. آنها؟ بیعقل ابله. از پشت تو کلتکلاس را از دست دادم. سردارم من چطور دستگیر کردن او رو میدونم. سردار کدام سردار؟ از کجا سردار؟ برای چه سردار؟ ای دوشو من او رو انیق پیدا میکنم. دمت رو گیر خاموش. این خیلی نمیشه وسیلین. کارها دور و دروز نرفته. من باید به بابایم همش رو فهمونم. سفسته نگوی زورو جون. تو مگر بابایت رو کشتنی؟ اپا جون برای تبریک کردن خانه‌دار شویتون فرصت نیافتم. خواهر جونم عذر میپرسم. هیچ گپ ندارد. خواهش میکنم. رحمت. تبریک میکنم مبارک شود. برایتان آب بیارم؟ اگر زحمت نشود یک پیاله آب می آوردی. چه خیلی زحمت اپا جون. همه این کارو جدی خیال کردن. نیستین من همشو با بابایم میفهمونم. بین هم من اگر نگویم دامولو بی‌طاقت شده همشو با بابایم میگوید. این قدر جدی میرود زهرو عزیزم یک لحظه ایست حالا دورسر فکر کنیم. بابا لبای دخترم. بابا جان صحبت کنیم میشود بسیار مهم است. صحبت درباره چی؟ یا اینکه روز نکاح را با دامادم انیق کردی و آن را گفتنی؟ بابا جان من در اصل کدام وقتی که گوید به من موافق است. هیچ خواطر نشوید. با این قرارتان مرا خوشبختترین آدم دنیا گردانیده اید. اگر تو را با کرته عروسی بینم آرامانه میمیرم. و با راحت در قبر آرام میخوابم. بابا جان این خیلی نگوید. مرا تنها نگذارید. تنها نمیمانی. تو را به شوهرت می سپارم و شما برای من نبیره زیاد تولد می کنید. اکنون آرام شو. گریه نکن. گپ مهم دارم گفته بودی. وای چی گپ بوده است؟ من مهم گفته بودی کو؟ شما رو چقدر دوست داشتنم رو گفتنی بودم. این را من میدانم دخترم.
سلین بیا دوگانت را گرفته به پایان فرایید. لباس عروسی و شیرینی ها را انتخاب کنید. روید. مایلش بابا جان. رفتیم زورا جان. ایستو. تو بازدید شب بخیر. گفتم نتوانستم. زهرا چی گپ شد؟ این چه حال است؟ خوب هستی؟ خوبم، یگان چیز نیست. هیچ گپ نیست، خاطر نشوید. چقدر هیچ گپ نیست؟ اوف. به حال من نگر. بله به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم. از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کلتکل است. به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف. دستگیرت میکنم به شرف. ای خدایا، بند پای افضالم کشاده شده است کو. ایستا.